خدایی تا حالا شده با هزار تا امید و انگیزه تصمیم بگیری از امروز درس بخونی یا کار جدیدتو شروع کنی. بعد همین که میشینی پشت میز یهو مغزت شروع کنه به درد گرفتن. ولی همین مغز میتونه 3 ساعت بدون اینکه پلک بزنه توی این اینستاگرام و تیک تاک بچرخه و اصلاً هم خسته نشه. بذار یه حقیقت تلخ رو بهت بگم. تو تنبل نیستی. تو معتادی. معتاد به چیزی به اسم دوپامین. توی این ویدیو میخوام بهت بگم چطوری با یه کلک ساده مغزتو ریست کنی که واسه کارهای سختم پر از انگیزه بشه. پس تا آخرش با من باش. اصلا دوپامین چیه؟ ببین، دوپامین اون سوخت انگیزه است توی مغزت. قدیما برای اینکه دوپامین بگیری باید میرفتی شکار یا کلی تلاش میکردی تا به هدف برسی. اما الان چی؟ الان گوشی رو برمیداری، یه اسکرول میکنی، هورمون لذت ترشح میشه. یه لایک میگیری، دوباره دوپامین. وقتی مغزت میبینه بدون هیچ تلاشی میتونه این همه لذت مفت و ارزون به دست بیاره، خب معلومه وقتی کتاب یا کار سخت و جلوش میذاری جیغش میره هوا و میگه عمرن من برای این کار سخت وقت نمیذارم. به این میگن مقاومت دوپامینی. خب حالا چاره چیه؟ باید بری سراغ سمزدایی دوپامین یا همون دوپامین دتاکس. یعنی چی؟ یعنی برای 24 ساعت تمام شیرای دوپامین ارزون رو میبندی. یعنی 24 ساعت گوشی تعطیل، اینترنت تعطیل، گیم و فیلم تعطیل. میدونم الان میگی مگه دیوونه شدم؟ خب اون وقت چی کار کنم؟ دقیقاً نکتهش همینجاست. توی این 24 ساعت فقط اجازه داری کارای آروم کنی. پیاده روی، نوشتن، فکر کردن یا فقط زل زدن به دیوار. اوایلش مغزت کلافه میشه، داد میزنه، کفرت در میاد، اما آروم آروم اتفاقای قشنگی میفته. مغزت میفهمه دیگه خبری از لذتهای مفت نیست. سیستم پاداش مغزت صفر میشه. بعد از این 24 ساعت وقتی بشینی پای درس یا کار مغزت میگه دمت گرم. بالاخره یه چیزی پیدا شد که بهش فکر کنم و کارای سخت برات راحت میشه. لازم نیست همین امروز بری 24 ساعت کامل رو اجرا کنی. از همین امروز شروع کن. ساعت اولی که از خواب بیدار میشی دست به گوشی نزن. بذار مغزت اول صبحی با دوپامین ارزون مسموم نشه. اگه این تکنیک به دردت خورد حتما ویدیو رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن که توی ویدیوهای بعدی با هم مغزمون رو بهتر بشناسیم. توی کامنت ها برام بنویس. روزی چند ساعت پای گوشی هستی؟ راستی دمت هم گرم.